عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گردیزی تاجیکستان روز 8 فوریه سال 2024 در نشست خبری این کمیته گفت در دوام سال 2023 باز 169 کیلومتر و 480 متر از قطعه‌های باسی مرز تاجیکستان و قرقیزستان معاین کرده شد. به گفته خواجه‌زاده تا امروز از 987.6 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان علاقه 889 کیلومتر و 450 مترش معاین کرده شده و مگه 98 کیلومتر دیگر این مرز معین نشده باقی میماند. اما منصبدار تاجیک از گفتن جزئیات مذاکرات مسائل مرز با قرقیزستان و اینکه پیشرفت‌های اخیر در امر تعیین و علامتگذاری این مشکل ترین مرز در آسیای مرکزی در اساس چه گذشته از طرف جانب‌ها به دست آمده است خودداری کرد و گفت بر اساس توافق بین دو کشور دوشنبه و بشکک تا زمان موافقه نهایی مضمون محتوای پروتکل و سندهای عاید به کارهای اجرا شده باید مخفی باقی بمانند. وقتی مذاکرات به انجام میرسد ورقه مطبوعاتی با موافق یکدیگر پخش می شوند. آنچه که معلومات داده می شود با موافقه دو طرف رسانه‌ای کرده می شود. از خبرنگاران خواهش می کنیم که حالت ما را درک کنید، گفت عارف خواجه‌زاده خطاب به ژورنالیستانی که از او درباره تفصیلات بیشتر مذاکرات مرزی میپرسند. اما مخفی گذاشتن مذاکرات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان مردم را به خصوص ساکنان مناطق نزد مرزی را در حال نگرانی نگاه می‌دارد. آنها در تشویشند که در این معامله‌های مرزی مبادا زمین‌های بابویشان در حدود کشور همسایه بمانند. از جمله ساکنان چارکو، دیه و جماعت بزرگ در کنار شهر اسفره ولایت سوخت که با نویه بادکند قرقیزستان مرز است، با ارسال عکس خریطه‌های این محل به پایگاه خبری بامداد گفتند که خط مرز با قرقیزستان در این قسمت در این آخر خیلی تغییر یافته است و ساکنان چارکو و جماعت سرخ تقریبا بدون چراغ میمانند. پیش چراغ زیاد بود، چاروا رو به 4 کوی اطراف به چرا میبردیم، حالا نماند یگان چراغ. مردم حتی شوخی آمیز میگویند که این دیگر چارکو نیست، به کوه گفتن گیرید. میگویند ساکنان این در حالی است که از کدام قسمت گذشتن خط مرز چارکو که یکی از مشکل ترین قطعه‌های باسی مرز تاجیکستان و قرقیزستان و یکی از عرصه‌های اساسی مناقشه‌های خونین در مرز این دو کشور تا کنون رسما اعلان نشده است. مذاکرات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بعد چند سال رکود تازه از ماه اکتبر سال 2023 یک بار صورت گرفت و در 4 ماه اخیر دو جانب توانستند علاقه 191 کیلومتر قطعه‌های باسی مرز را مشخص کنند. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف ماه دکبر اظهار داشت که بشکک و دوشنبه علاقه در بهار سال 2024 مذاکرات مرزی را به پایان خواهند رساند. جانب تاجیکستان این خوشبینی جانب دیگر را مستقیما تصدیق یا رد نکرده است، ولی روز 2 ژانویه سال 2024 وزیر کارهای خارجه ترکیه حاکم فیدان در دوشنبه در پی ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان و با تکیه به سخنان امامعلی رحمان خبر داد که سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان علاقه ماه مارس سال جاری به امضا میرسد.